نهایت پیشرفت ایران خودرو توی چند سال. موتور گیربکسش قبلا از سال 80 روی 206 میزدن، بعد آوردن روی 207 غیر واقعی و اومدن آقا گفتم ما یه دو سه تا کارم کنیم روش. نهایت ریدن توی ماشین اینه. بیا همون تیو 5 اومدن یه دونه شیر سی وی دی گذاشتن، چه خراب بشه معلوم نیست، چه ایرادایی بندازه. حالا فعلا اونو به کنار، یه گیربکس 6 دنده انداختن روی ماشین، صبح تا شب خراب. ماشین نگاه 31,000 تا کار کرده. مشتری میگه به خدا از اون روزی که خریدم دنبال تقه ما، یعنی این تقهش نیافتاد که نیافتاد، 31,000 تا آورده میگه تقه میزنم. میگم آقا این از زندگی نامتن نهایت چیز ایران خودروه، این طراحی‌های ایران خودروه این ماشین، یعنی ریدن بدتر توش، بهتر نکردن. این نهایت طراحیشه. بیا قمقمه ها با